این نفر 3 سال پیش از آنه که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واخورده بود الکی به خداوند عبادت میکرد و این صحابه پر از نوری که امروز اویدش صحبت میکنیم بعضا شب و بعضا هنگام سحر برای عبادت برمیخیست و دائم در جستجوی حقیقت بود و خداوند یکتا را عبادت میکرد. یک زمان برادری وی اونیس به مکه روانه شد. بعد وقتی که به مکه آمد آنجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم را واخورد و بعد از آنه که دوباره به خانه برگشت با برادر خود گفت که من آنجا نفر را پیدا کردم که به خداوند یکتا عبادت میکند و عبادت او مانند آنی است که تو عبادت میکنی. وی از برادرش پرسید مردم اوید او چی میگویند؟ مردم میگویند که وی شاعر و جادوگر است ولی من خود سخنهای او را شنیدم. من خودم شاعر هستم و میگویم که سخنهای وی به شعر مانند نیست و او نه شاعر است و نه جادوگر. جواب داد اونیس او راست میگوید، مردم باشند دروغ. بعداً وی در کجا بودن این پیامبر را به برادر خود فهمانید و این انسان پر از نور، این صحابه زیبا تنها به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم به سفر برآمد تا اینکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخورده از او پرسان شود که چگونه عبادت میکند. وقتی به مکه رسید از مردم پرسان شد که آنی که از دین شما خارج شده است کجاست؟ یعنی مردم آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم را این گونه می نامیدند. وقتی که مردم آگاه شدند که وی محمد صلی الله علیه و سلم را میکابد او را آنچنان لطوکوب کردند که بدنش پر از خون شد. پس از این وی چیکار کرد؟ وی نگفت که بس است، مرا چی ضرور است که این همه رنج و عذاب را تحمل کنم. وی نگفت که من بهتر به خانه برمیگردم مادامی که این گونه لطوکوب مرا کرده استادند. وی این گونه نگفت. وی برخاست، تنش را با آب زمزم شست و نزد کعبه پنهان شد. آنجا 30 روز پیامبر صلی الله علیه و سلم را انتظار ماند. شما این صبر و تحمل او را ببینید که وقتی که ما بعضا بر بالای آن که آیت های قرآن را میدانیم، حدیث های بسیار میدانیم و میدانیم که چگونه باید دوباره به سوی الله برگردیم، چگونه باید توبه کنیم، بر بالای همه این ما باز میگوییم که من میخواهم توبه کنم و به سوی الله برگردم ولی خداوند مرا هدایت نمیکند. ما همه را میدانیم و میدانیم که باید از ته دل صدقاً توبه کرد، باید صبوری را پیشه کرد، لیکن در عمل نه همه وقت این کارها را میکنیم. آنها باشد نمیدانستند، آنها خود در جستجوی حقیقت میشدند تا یک آیت را بیاموزند، یک حدیث را از خود نمایند. و اینک 30 روز وی پیامبر صلی الله علیه و سلم را انتظار ماند. در یکی از شبها رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر رضی الله عنه آمدند، گردی کعبه طواف کرده به عبادت شروع کردند که او به نزد ایشان رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تو کی هستی؟ و جواب داد من از قبیله غفار هستم. از قبیله غفار. این صحابه پر از نور را ابوذر الغفاری می گفتند. ابوذر بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت من میخوام آنچه را که تو میگویی شنیده باشم. بعد وی پیامبر را گوش کرد و پس آن کلمه شهادت را گفت و
اسلام را قبول نمود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند تو چند وقت است که اینجا قرار داری؟ او گفت من 30 روز است که اینجایم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند تو این قدر روز چی میخوردی؟ گفت من غیر از آب زمزم چیزی دیگری نمی نوشیدم و نمی خوردم. ابوبکر رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازت خواست تا ابوذر را مهمان کند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راضی شدند. ابوذر وقتی خانه ابوبکر رضی الله عنه آمد، به او مویزی که از شهر طائف آورده شده بود دادند. ابوذر رضی الله عنه آنها را بخورد و گفت که این اولین خوراک است که در مدت 30 روز و استعمال میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند برو و به آنها از کار من خبر ده، یعنی به نزد قبیله خود برو و مردم آنجا را به اسلام دعوت کن. گفتند پیش از آنه که ابوذر رضی الله عنه به شهر خود برگردد، وی گفت که من به آنها میرسانم، لیکن اول به اهالی مکه. وی به بیرون برآمد و در نزد قریشی ها که مشرک بودند و پیامبر را بد میدیدند کلمه شهادت را گفت. آنها او را لطوکوب کردند. روزی دیگر وی باز دوباره برآمد و باز کلمه شهادت را گفت. وی از مسلمان بودن خود فخر میکرد و ما نیز باید از دین خود فخر کنیم، نباید که شرم داشته باشیم، زیرا راضی خداوند باید برای ما در جای اول باشد. وقتی که وی به شهر خود برگشت، به برادرش همه را فهماند. او نیز گفت که من هم با تو هستم و هر دو نزد مادرشان رفتند و به او از اسلام نقل کردند. مادرشان نیز گفت من با شما هستم. آنها به نزد مردم قبیلهشان رفتند و از اسلام به آنها نیز گفتند. نیمه اهالی آن دم مسلمان شد. باقی مانده باشد گفتند وقتی که محمد به نزد ما آید، آن دم ما اسلام را قبول خواهیم کرد. و همین طور هم شد. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نزد آنها آمدند، آن باقی مانده نیز اسلام را قبول کردند. روز یک نفر به ابوذر رضی الله عنه گفت ما هیچ شکایتی از تو نداریم غیر از همین لباست. آیا تو لباس دیگری داری؟ ابوذر رضی الله عنه گفت نه، من لباس دیگری ندارم. اگر می داشتم آن را می پوشیدم و شما نیز او را می دیده. تو را دیده بودند که لباس دیگری داشتی. گفت آن مرد بله من داشتم، لیکن من آن را به نفری دادم که بیشتر از من به لباس احتیاج دارد. گفت ابوذر. آن مرد به ابوذر نگریست و گفت خودی تو با آنها بیشتر از همه نیاز داری ای ابوذر. ایشان با آن مرد نگریسته گفتند که من یک لباس دارم و یک لباس دیگر برای مسجد رفتن دارم. یک چند بوز دارم که آنها را می جوشم. 7 نفره که برایم غذا آماده می سازد. باز چی برای من لازم است؟ از این دیده باز راحت تر چیست؟ این گونه بود ابوذر رضی الله عنه. اگر نفر حاضر از بین ما و شما مانند او زندگی داشته باشد، خود را خیلی فقیر و کمبغل حساب خواهد کرد. وی می گفت که من می ترسم که فردا خداوند از من برای همه این حسابات خواهد گرفت. وقتی که ابوذر رضی الله عنه وفات میکرد، همسر ایشان گریه داشت و می گفت تو اینجا از عالم می گذری ولی در گرد و اطراف کسی نیست. من حتی کفنی ندارم که تو را پیچانم. ابوذر رضی الله عنه گفت گریه نکن،
برعکس خوشحال شو. من شنیده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر 2 و یا 3 فرزند نفر از عالم درگذشت و آنها صبر کرده پاداش خود را انتظار شوند، آنها آتش دوزخ را نخواهند دید. از ما باشد 3 فرزندمان گذشته است. بعد من شنیده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به گروهی گفتند که من هم بین آنها بودم. یکی از شما در بیابان وفات خواهد کرد. آن نفرانی که آنجا بودند همشان در دهه و یا شهرها از عالم گذشتند. آنی که در بیابان باید وفات کند من بودم. و راست گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. ابوذر رضی الله عنه تقریبا سالهای 31-32 هجری وفات کرده است و خداوند داناتر است. این بود معلوماتی کوتاه و مختصر اویدی یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تا قسمت های دیگر خداوند نگهبانی هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.